وقت همگی بخیر. یه آموزش دله، اصلا تمام اون دلایی که من بهتون گفتم، اون بهتون گفته اگر قهوه فوری رو ما قرار دله کنیم، یه قهوه فرآوری شده مثل گلد و کلاسیک رو با هم دیگه قاطی کنیم و بذاریم توی اینو بجوشه و قوام بیاد، اگر اون قراره دله عربی باشه دمی نیست، فرآوری شده است. قهوه دله عربی اصیل اینه. آقا نزدیک بگیره داشت. قهوه پودر اسپرسو یا پودر همون پودر قهوه کلاسیک برای تمدهی و هل چند تا دونه. من به مقدار 5 نفر الی 6 نفر میخوام قهوه براتون درست کنم. شما اگر کمتر خواستید نصف کنید. اندازه 5-6 نفر نصف لیوان آب توی دله و پودر اسپرتو یا پودر، بهتر بگیم قهوه عربیکا، توی دله میذاریم. درجه رو زیاد میکنیم که